نام خداوند بخشنده و مهربان. درود و سلام هموطنان گرامی قدر. برای فرارسی عید رمضان همه شما را تبریک گفته و از درگاه خداوند طلب داریم تا اینکه همه عبادت های ما و شما را که در این مدتی یک ماه در این ماه مبارک رمضان کردیم قبول کنند. امروز میخواستم در مورد عوامل سقوط نظام های دیکتاتوری صحبت کنم و واقعا هم تاریخ اثبات کرده است که ظلم و ستم و بیدادگری در هیچ جامعه و در هیچ دور و زمان پایدار نمانده است و اغلب این نظام ها را نه قوه و نه نیرو از بیرون بلکه عوامل درونی مانند ظلم و ستم بیش از حد، اشتباهات و خودخواهی و خودرأیی حکومت های خودکامه و ظالم سبب نابودی آنان شده است که در مورد آینده دیکتاتوری کشورمان نیز قطعا همین سرنوشت در انتظارش خواهد بود. خب برادرها یک دقیقه مربوط میکنیم پخش مستقیم رفته ایستاده باشه یا نه؟ حالا مطمئن شدم. خب برادرها گفتیم که امروز در مورد عوامل سقوط نظام های دیکتاتوری که صحبت میکنیم و حالا که سخن از دیکتاتوری و دیکتاتور می رود خوب است کمی در باره معنا و مفهوم دیکتاتور صحبت کنم و سپس به موردی و عوامل اشاره نماییم که سقوط این دیکتاتوری را در قلمرو کشور عزیزمان تاجیکستان نزدیکتر نموده است. دیکتاتوری کیست و به چه کسی دیکتاتور میگویند؟ البته این شرحش خیلی طولانی است ولی کوشش میکنم که مختصر یک کمتر جواب در این باره شرح بدیم. در ادبیات سیاسی جهان به شخصی که رهبری سیاسی جامعه را و سرزمین و کشور را در دست دارد و در نوع حکومت دارای قدرت مطلقه است دیکتاتور گفته می شود. معنای کلمه دیکتاتور در تعریف خود در بسیاری از مواقع با بیرحمی و ستم همراه می گردد. دیکتاتوری در ادبیات جدید سیاسی به عنوان رهبری خودرأی و خودکامه شناخته می شود. دیکتاتوری کیست؟ دیکتاتوری کسی است که با اقتدار کامل و بدون محدودیت قانونی بر دولت فرمانروایی میکند. دیکتاتوری نوع قدرت مداری است که چند از این خصوصیات را دارد. اول، میسر نبودن هیچ قانون یا سنتی که کردار فرمانروا یعنی دیکتاتور محدود کند و یا اینکه فرمانروا با قدرت نامحدود خود قانون را زیر پا گذاشته باشد که در این مرحله فرمانروا و دیکتاتوری خود را از تمام قوانین بالاتر می‌بیند. یعنی که دیکتاتور همه وقت خود را از
همه گونه قانونی که دعوا میکنه که قانون برای همه برابر است بالا میدونند. خب دیوم به دست آوردن حکومت و قدرت با شکستن قانون‌های پیشین. سیوم نبودن قانون و قاعده مشخص برای جانشینی پس از خود. نبودن قانون و قاعده مشخص برای جانشینی پس از خود. چهارم به کار بردن قدرت در جهت منافع گروه محدود و اندک. این گروه محدود می تواند اطرافیان خاصی فرمانروا و حامیان او باشند. و این چنین نکته خیلی مهم در مورد شناخت یک سیستم و نظام دیکتاتوری این است که در این گونه نظام فرمانبرداری مردم از قدرت دولت تنها به سبب ترس از مرگ، ترس از زندان، ترس از بیکاری، تبعیض و تنزل درجه مدیریتی در مدیران و کارگزاران دولتی می باشد. این چنین ششم این حصار قدرت در دست یک نفر. دیکتاتور قدرت اصلی را در این حصار خود نگه می دارد و امور دیگر را که پایه های این قدرت هستند به نزدیکان درجه یکی خود و فرزندان و اعضایان خانواده‌اش واگذار میکنند. خب این چنین به کار بردن ترور یکی از صفت‌هایی هستند که به همه دیکتاتورها دارند. به کار بردن ترور به عنوان نیرو و محرک و موتور اصلی قدرت خویش. دیکتاتور از ترور تبلیغاتی، ترور شخصی، ترور شخصیتی و اقدامات برای تخریب چهره رقیب و مخالف که در اکثر مواقع منجر به مرگ و نابودی مخالف می شود کار می گیرد. به این نقطه نیز باید اشاره نمایم که دیکتاتورهای معاصر اغلب یا به عنوان رهبر یک حزب یا به کمک پیروان خود از طریق شورش یا کودتا و تبدلات حکومت را به دست می-گیرند و یا از طریق قانونی اساسی کشورها بر سر کار آمده و به تدریج حکومت دیکتاتوری برپا می‌کنند. خب دیکتاتورها نوعاً با اتکای یک حزب رسمی و کمک شدید پلیس و تبلیغات شدید و به اصطلاح بمباران تبلیغاتی به حکومت خود ادامه می‌دهند. در تاریخ معاصر جهان دیکتاتورها را می‌توان به دیکتاتوری فردی و دیکتاتوری فراگیر یا توتالیتر تقسیم نمود. در کشور تاجیکستان دیکتاتوری فردی که به نظر می‌رسد بدترین نوع دیکتاتوری است توسط در نخونک محترم امام علی رحمان اعمال می‌شود. پس تا اینجا خلاصه صحبت‌هایمان این شد که دیکتاتوری را در مطلق بدون قدرت به زور به دست آوردن حکومت، نبودن قاعده خاص برای جانشینی و ایجاد روبرو، وحشت و ترس در دل مردم و ظلم و ستم علیه مردم خلاصه کرد. قوه دیکتاتور همیشه با ترس دادن مردم و ظلم و ستم بالای مردم ضعیف، مردم بگیم عموما شهروندای همون کشور می شود. خب با این حال شک نمیماند که حکومت فعلی تاجیکستان که در قبضه یک نفر به نام امام علی رحمان بوده
و تمام این صفت ها رو درست یک رژیم دیکتاتوری به تمام معنا دانست. حالا می رسیم به بخش مهم و اصلی صحبت هایمان که عبارت است از عوامل سقوط و از بین رفتن حکومت ها و رژیم های دیکتاتوری. برخی از دانشمندان و تحلیلگران سیاسی مواردی را برشمردند که با عنوان عوامل سقوط حکومت‌های دیکتاتوری ثابت شده است. عوامل مذکور عبارتند از: یکم، به اعتبار گشتن حکومت و رژیم در نزد افکار عموم. خب بعدا میگذاریم در شرح این بگیم که عباره حالا یک بار میگیم میرویم همین خیلی. خب دیوم، فساد اقتصادی دولتداران و دزدی‌های گسترده اموال مردم توسط دیکتاتور و نزدیکانش، بی‌وفایی با وفاداران خویش، اینچنین کنار گذاشتن شخصیت‌های کارآزموده و نیکنام از امور حکومتی، خسارهای با شکوه و ملک و املاک اختصاصی دیکتاتور و افراد نزدیک به او، اینچنین حکومت پلیسی که در خدمت یک نفر باشد. مهم نبودن قانون در برابر شخص دیکتاتور. اختلاف انگیزی بین مناطق جغرافیایی و اقوام کشور، به توجهی به قشر ضعیف جامعه، این بسیار در خدمت دیده می شود در جامعه خودمان. قراردادهای تحمیلی خارجی. برادران، موارد بالا همه در سقوط و از بین رفتن یک رژیم خودکامه و دیکتاتوری خیلی مهمه. در این مرحله به برخی از این عوامل و به صورت مصداقی اشاره نموده و موارد دیگری را برای صحبت‌های بعدی بیان خواهیم داد. چنانکه که گفتیم بعدتر شرح میدیم، در مورد به اعتبار گشتن حکومت و رژیم در نزد افکار عمومی، وقتی مردم مشاهده کردند که در تمام امور اجتماعی و حکومتی یک نفر به جای 9 میلیون نفر تصمیم میگیرد و به مردم و خواسته هایشان و مشکلاتشان اصلا اعتنایی ندارند، از مشارکت در این گونه امور به تدریج دلسرد و دلزده